این رو من قبول دارم که ما باید به پزشکی و در واقع توانبخشی پرسونالایزد برسیم و چنانچه من خودم یه استادی داشتم که من زیر نظر اون چند سال تحت توانبخشی شناختی هستم. بهش گفتم من باید تا کی توانبخشی بگذارم؟ گفتش که ببین بهت رک بگم، اگر تو یک زندگی عادی می‌خواستی، من چند روش کامپنسیتور یعنی جبرانی بهت میگفتم. خب ما تو توانبخشی میگیم روش کامپنسیتور یا جبرانیه یا رستوریتیو ترمیمیه. مثلا کسی که مشکل حافظه داره یه روش جبرانی که رو کاغذ یادداشت بکنه که طبق اون مثلا لیست و خرید رو بخونه و مشکل ایجاد نشه. یه روش اینه که طرف مغزش اصلاح بشه. گفت با توجه به اینکه تو ایدئالیست هستی، میخوای درمانگر بشی، میخوای ازدواج کنی، میخوای شغل داشته باشی، میخوای وارد هیئت علمی بشی و اینا، میگم تا آخر عمرت نیاز داری. یعنی بر اساس نیاز خودت تو متفاوت هستش. و من باز اول یه موافقتی کردم با این ایده، ولی باز یه مخالفتی کردم با این ایده. چجوری؟ گفتم که خب آیا آدم‌ها واقعاً قضاوتشون در اون لحظه کاملاً درست هستش؟ آیا آدم‌ها کاملاً خودشون رو میشناسن؟ برای مثال من خودم اختلال ریاضی خیلی جدی هم دارم و سالها با این دست به گریبان بودم، طوری که گفتم که خب من میخوام رشته‌های علوم انسانی بخونم. پس اگه تو ریاضیات مثلا مثل مسائل آماری نیاز به کار داشته باشم از دیگران کمک میگیرم. اما بعداً وقتی وارد علوم شناختی شدم گفتم که من اشتباه کردم، من خودم رو اون موقع نمیشناختم، باید با من کار میشد اختلال ریاضیم از بچگی. حالا انتخاب بکنم که من میخوام ریاضیات برم، یعنی تو ریاضیات وارد بشم کار بکنم، یا نمیخوام وارد بشم مثلا توی تحلیل سیگنال، طراحی تسک و غیره. یا مثلا خیلی موقع میگن بچه ADHD بیش فعالی نقص تمرکز داره. خب این بره تو ورزش موفق میشه اگر نمیتونه یک جا قرار داشته باشه، در صورتی که خیلی از اینا بهشون ریتالین فقط داده میشه. طبق تشخیص و تجویز پزشک میبینیم که استعدادهای بی‌نظیر توی ریاضیات دارن. خب از کجا معلومه که این رو ما نباید به یک جای برسونیم و بعدن که انتخاب‌های متنوعی داشت اون موقع انتخابگری بکنه؟ ولی مسئله اینه که دید نورودایورسیتی با یک ماتریسی خیلی سازگار هستش به نام آرداک. آرداک چی میگه؟ آرداک یک فریمورک تحقیقاتی است. میگه که برخلاف DSM به جای اینکه آدم‌ها رو کاتگورایز بکنیم توی اختلالات مختلف و لیبل بزنیم، بگیم که این اوتیستیکه، این بیش فعاله، این دپرشن داره، این سایکوتیکه و غیره، بیایم دونه دونه آدم‌ها رو بشکافیم از نظر بار هیجانی مثبت، بار هیجانی منفی، کاگنیشن که شامل توجه، حافظه، استدلال و خیلی چیزای دیگه هستش، سیستم خواب و بیداری، سیستم سنسوری موتور و غیره. و بعد طبق اونها ما بر اساس مدل فردی اون آدم رو روش مداخلاتی انجام بدیم. برای مثال حالا تحقیقاتی هم میتونه طبق این انجام بشه. مثلا اومدن سایکوتیک ها رو، افرادی که بهشون میگیم سایکوتیک یا روانپریشی دارن، اومدن اسکیزوفرن ها رو، بایپولار هایی که سایکوز هم دارن و اسکیزو افکتیو ها رو همه رو هم گذاشتن و با طبق آرداک روشون تحقیق کردن فقط بر اساس سنسوری موتورشون. ولی این 3 تا بایوتایپ داره. این دیدگاه میاد میگه که ما بیایم مثلا تو ستاپ اداری و مدل کامیونیکیشن افراد رو طوری باشون رفتار بکنیم که کمتر اذیت بشن، به جای اینکه سعی کنیم اونا رو وارد دنیای خودمون بکنیم. مثلا اگر طرف از صدا اذیت میشه اجازه بدیم هدفون بذاره، صدا اذیتش نکنه و اوتیستیک هستش مثلا ممکنه بیش حسی شنیداری داشته باشه. یا اگر طرف نیازمند اینه که ارتباط شفاف و واضح داشته باشه، بهش نگیم آب در بازه هوا سرده، بهش مستقیم بگیم در رو ببند. یا بیاد خودم افتادم من خب توی اتنشن سویچینگ خیلی مسئله داشتم، اختلال مشکل کاگنیتیو فلکسیبیلیتی و انعطاف شناختی و همیشه آرزون بود که چرا ما نباید توی کارهای اداری وقتی میکنیم، وقتی میبینیم یکی میگه که طرف ناهاره، طرف نمازه، طرف الان نیستش، حالا برو یه اداره دیگه، از اول یک چک لیست برام می‌نوشتن، خب حالم خیلی بهتر بود. از این نظر من مدافع این دیدگاه هستم. یا مثالی میزنم، من یه مدت انبارداری میکردم توی مرکزی توی بهزیستی، طرف رئیسم بهم اینجوری کرد، بازرس اومده اینجوری کرد،
من داشتم در وا میکردم. من گفتم که این نمیفهمم این چرا این کارو داره میکنه. و بعد وقتی در وا کردم طرف گفتش که داشتم میگم علامت میدادم در وا نکنی، چرا این کارو کردی؟ و خب این دیدگاه میگه ما میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. یا مسئله ACC مطرح میشه، Augmented Communicative، که میگه که ما Alternative AAC ببخشید Alternative Augmented Communication، که میگه ما چرا زبان رسمی رو همین زبانی که ما داریم با شما تکلم میکنیم به رسمیت میشناسیم و تنها زبان مشروع میدونید. اگر تکنولوژی هایی هستش که با تصویر و با کلمات میتونید تایپ بکنید و ارتباط برقرار کنید یک فرد اوتیستیک، چرا اونها رو به رسمیت نشناسیم تو ارتباطات؟ حتما گیر بدیم که شما باید مثل ما بشید. و مسئله دیگه که مطرح میکنن توی طبق مدل اجتماعی معلولیت، اینا میگن که خب معلولیت میتونه ماهیت اجتماعی داشته باشه و شما بر اساس ایبلیزم، توانمندگرایی، توانمندسالاری، شما بقیه رو مثلا که توانمندیشون مثل بقیه افراد اجتماعی نیستش رو میخواید حذف بکنید. ولی من یه نقدی دارم به این دیدگاه. میگم که خیلی از این معلولیت‌ها طبق محیط آزمایشگاهی و با شرایط ابجکتیو و غیر اجتماعی ما میتونیم بسنجیم. یعنی چی؟ برای مثال کسی که لیبل ADHD گرفته، اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، میتونیم با آزمون کاملا ابجکتیو و غیر پرسشنامه IVA در بیاریم که نمره اون آدم توی توجه پایدارش به خصوص کمتر از بقیه است. خب اینو من نقد جدی میدونم به دیدگاه نورودایورسیتی. یه فردی که اوتیستیکه طبق چشم‌ها یا کل صورت بخواد حالات هیجانی رو بفهمه، نمره خیلی کمتری میگیره نسبت به افراد عادی. خب این چجوری قابل توجیه هستش؟ از طرفی نورودایورسیتی میاد میگه که ما به دنیای پدیدارشناسی افراد اوتیستیک پی ببریم. ولی من میگم که خود افراد اوتیستیک میتونن وارد علم بشن، وارد ساینس بشن. مثلا خانم هانا بلچر روانشناس اوتیستیکی هستش که این دیدگاه رو به چالش کشیده که بیشتر اوتیستیک ها پسر هستن. میاد میگه از هر 4 اوتیستیک دختر یکیشون واقعا تشخیص میگیره به خاطر سوگیری های جنسیتی، به خاطر اینکه نوع بروز اوتیستی دختر یک جور دیگه است، به خاطر مسکینگ. مثلا مسکینگ چیه؟ یک جوکی مثلا گفته بشه تو جمع دختر و بقیه دختر بخندن، دختر اوتیستیک ممکنه متوجه نشه ولی الکی بخنده برای اینکه پنهان بکنه اوتیسم خودش رو. و مسئله بعدی که من مطرح میکنم مسئله 4D هستش که دینجر، خطر، دیسفانکشن، ضعف کارکرد، دیوینس، انحراف و دیسترس، آشفتگی بالینی. خب میگم که ممکنه که مسئله دیسفانکشن رو مثلا توی یک اوتیستیک یا یک ADHD بگید که به خاطر رفتار محیطه، اما ممکنه همه قضیه این نباشه. مثلا دینجر یا خطر این نباشه، یک کسی که نقص تمرکز داره و رانندگیش تو رانندگی حواسش پرت میشه، واقعا ممکنه که بقیه رو به خطر بندازه. یک فرد اوتیستیک سطح 2 یا سطح 3 که درک خطر نداره و وسط خیابون میپره، واقعا ممکنه خودش و دیگران رو به خطر بندازه. یک فردی که کانتاکت دیزوردر یا اختلال سلوک داره و ممکنه چاقو بکشه، واقعا ممکنه خودش و دیگران رو به خطر بندازه. یا یه فرد ADHD که ممکنه به خاطر مسائلش بیشتر از بقیه رو بیاره به الکل و ماریجوانا و اینجور مسائل، واقعا ممکنه خودش و دیگران رو به خطر بندازه. و مسئله اینه که یک آقای اوتیستیک، یک پسر و این رو بگم که اینجوری نیست که همه اوتیستیک ها طرفدار نورودایورسیتی هستن. یک پسر اوتیستیک یه آقای اوتیستیک میگفتش که شما بعضیا میگن که بیایم دیپاتولوژایز بکنیم، اختلال زدایی بکنیم، ولی وقتی خیلی از اوتیستیکا نمیتونن همسری داشته باشن، واقعا بهتره که بگیم پاتولوژیک هستش و بیایم مداخله بشه در مورد اینجور افراد که حالشون بهتر بشه. و مسئله بعدی اینه که آیا نورودایورسیتی برای دانشمندان و کلینیشن ها، کسایی که متخصصین بالینی هستن، روانشناس بالینی هستن، تمامبخش بالینی هستن، گفتار درمانگر، کار درمانگر اینا هستن، میتونه مفید باشه؟ بله میتونه کارایی داشته باشه. برای مثال میتونیم بگیم که ما به جای اینکه بیایم کات پوینت برای اختلالات در نظر بگیریم، بگیم که تو به این کات پوینت رسیدی، تو به این حد نصاب رسیدی، تو به این نمره رسیدی، اختلال داری، به این نرسی اختلال نداری، خداحافظ. شما بگیم که من به این کار ندارم. من نمیام بگم که تو تخیل داری پس
تخیلات قویه پس نمیتونی تو طیف اوتیسم باشی، ولی مشکل ارتباط داری باهات کار نشه. من میگم که ممکنه که تو مثلا با آرداک تو رو بررسی بکنم یه سری مسائلی داشته باشید، در کات پوینت هم برآورده نکنی، ولی تو اون زمینه‌ها باید کار میکنم بر اساس روش ایندیویدوال بیس. دو نکته آخرم میخواستم بگم که حالا بالاخره محیط باید وفق پیدا بکنه با این افراد، یا افراد باید وفق پیدا بکنن با محیط، افرادی که تنوع عصبی دارن. مثال عینک رو میزنم. شما یه وقت کارتون با عینک راه میفته، میگیم که مثل اون قضیه که مثلا هدفون بزنی و غیره. یه وقتی کارتون با عینک راه نمیفته، میخواید خلبان بشی. شما یه وقت بیش فعال هستید و میخواید برنامه‌نویس بشی، شما نیاز به مداخله پیدا میکنید. شما یه وقت اوتیستیک هستی و میخوای روان درمانگر بشی، نیاز به مداخله پیدا میکنی. ولی یه وقت نه، شما مثلا میخواید اوتیستیک هستی و میخوای پیانو بنوازید و پشت سن خیلی مداخله نمیخوای، بیشتر مهم اینه که مثلا محیط با شما وفق پیدا بکنه. و مسئله بعدی من میخوام انگشت بزنم رو خود یکی از دیدگاه‌های نورودایورسیتی به نام دوال امپاتی پرابلم. دوال امپاتی پرابلم یا مسئله همدلی دوگانه میاد میگه که من اگه با شما نمیتونم ارتباط برقرار بکنم، صرفا مسئله فرد اوتیستیک نیست، مسئله شما هم هست. شما هم ذهن منو نمیتونی بخونی. یه زمانی مسئله تئوری اف مایند یا نظری ذهن رو میگفتن که اوتیستیکا نظری ذهنشون ضعیفه یا ندارن. ولی این دیدگاه بیاد میگه اون فرد عادی هم نمیتونه ذهن اون فرد نورتیپیکال رو هم بخونه به درستی. و حالا من همین رو میگم که اگر این دیدگاه رو بپذیریم 50% مسئله اینه که اون فرد اوتیستیک نمیتونه خوب متوجه بشه ذهن نورتیپیکال. 50% مسئله اینه که اون فرد نورتیپیکال نمیتونه بپذیره. پس برای یک تعامل دو طرف باید همدیگر رو بفهمن. پس برای یک زندگی راحت‌تر هم جامعه باید فرد اوتیستیک رو بفهمه، هم فرد اوتیستیک باید جامعه رو بفهمه. مرسی.